الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، به ما سوال آمده است که مادر یا یک زن وقتی که به آلت کودکش دستش می رسد، یعنی وقتی که کودکش را غسل می کناند یا که توزه می کناند یا که پیشاب می کناند، به دستش این آلت کودک را وقتی که می رسد آیا طهارت زن می شکند یا نمی شکند؟ بارک الله فیکم. البته در این مسئله علما اختلاف کرده اند و هستند علمایی که میگویند طهارت را می شکند و هستند علمایی که میگویند طهارتی این زن یا که حتی مرد نمی شکند. بارک الله فیکم. پس قول راجح همون قول است که زن یا مرد وقتی که پسر بچه خود را مثلا بردند، از این آلتش گرفتند و به دستشان آلتش را گرفتند و پیشاب کنندند یا که غسل کنندند، البته در این حالت طهارت نمیشکند و ما هم والله اعلم به همین قول تکیه میکنیم. دلیل این است که علما میگویند در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بسیار کودک ها وجود داشتند. مادران اونها را بازی می‌داریدند، بعد شستشو میکردند، اونها را پیشاب میکنانیدند. اما یگان بار در روی این مسئله که مادر آیا طهارتش میشکند، در حالتی به دستش آلت کودک را رسیدن یا که گرفتن یا نه موضوع شده نشد و رسول الله هم این موضوع را بیان نکردند و از صحابه ها هم این چیز روایت نشده است. بارک الله فیکم. این دلالت میکند که وقتی که مادر یا که پدر به کودکش، به کودک خردسالش، یعنی به دستش به آلت این کودک میرسد، طهارتش نمیشکند. بارک الله فیکم.